شادی بود. امیدوارم صبح امروز برایتان بالیده و گوارا بود. من عبدالله اشرف هستم. حالا شما را با مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. دمای هوا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 16 درجه است و طور باد هواشناسان پیش بینی میکنند در دوام روز تا 28 درجه میرسد. هوای تیرماه پراگ کمی سردتر از دوشنبه 14 درجه گرمی دارد. و نخست شروع کنیم از خبر آنکه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه 17 مأمور میلیسا را برای پیشگیری نکردن از جنایتکاری در میان خواننده های مکتب جزا داده است. بنابر اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 17 کارمند میلیسا برای نظارت خوانندگان وابسته شده بودند، اما خوانندگان مکتب‌های زیر نظارتشان حقوق ویرانکنی مأموری و جنایت صادر کردند. به قول همصحبتان رادیو آزادی بر اساس فرمان وزیر کارهای داخلی طلب می شود کارمند میلیسایی که مؤسسه تعلیمی زیر نظارتش جنایت و قانون شکنی صادر کرده است و خطا کرده است از وظیفه خدمتی آزاد می شود. عین حال بیش از 500 کارمند میلیسا برای نظارت جریان درس و پیشگیری از جنایتکاری در 141 مکتب همگانی شهر دوشنبه سفربر شدند. مقامات میلیسا بارها از حقوق ویرانکنی و جنایتکاری نابالغان که اکثریتشان مکتب خوان بودند نگرانی کردند. تقریبا در یک سال اخیر بیش از 10,000 نابالغ که همهشان خوانندگان مکتب بودند بیش از 6,000 حقوق ویرانکنی مأموری صادر کردند. و نوید دیگر هم داریم مربوط به سفر پرزیدنت امامعلی رحمان است. رئیس جمهور امامعلی رحمان عین حال با یک سفر رسمی در ژاپن قرار دارد. سفر پرزیدنت رحمان به ژاپن از شهر هیروشیما آغاز شد. در شهر هیروشیما پرزیدنت امامعلی رحمان در باغ مجسمه یادبود صلح در زیر مجسمه آن در یادبود قربانیان بمب هسته‌ای گلچنبر گذاشت. سفر پرزیدنت در شهر کیوتو و توکیو ژاپن تا 6 اکتبر ادامه می‌کند. و خبر دیگری که هم در دست داریم از حیات مهاجران تاجیک در روسیه است. پلیس مسکو طی 2 هفته اخیر به ده‌ها مهاجر کاری تاجیکی نیت دارند در نماز جمعه مسجد جامع شهر مسکو اشتراک کنند اجازه نداده است. مقامات روسیه میگویند با عبادت مهاجران مخالفت ندارند، ولی نمازگزاری آنها با ساکنان مسکو خلل ایجاد میکند و بنابر گفته مقامات پلیس شهر روسیه آنها با مراجعت ساکنان محلی مسکو ترتیبات را در روز جمعه با ترتیب نظارت میکنند. در شعبه پلیس ناحیه میشنسک روسیه که مسجد پراسپکت میرا واقع است به رادیو آزادی گفتند با شکایت ساکنان تنها روزهای جمعه ترتیبات را نظارت میکنند. اداره مفتیات روسیه میگوید تعداد نمازگزاران به اندازه افزایش یافته است که مسجدهای روسیه دیگر توان گنجانیدن آنها را ندارند. نمازگزاری دست جمعانه مسلمانان در خیابان و بیرون از مسجد که اکثرا مهاجران آسیای مرکزی هستند برای ساکنان غیر مسلمان روسیه چندان خوشایند نیست و آنها را میترساند. و خبر دیگر داریم از ترکمنستان. پس از هفته‌های انتظاری رانندگان تاجیک ماشین‌های بارکش بالاخره حق عبور از قلمرو ترکمنستان را دریافت کردند. رانندگان ماشین‌های بارکش که در مرز ترکمنستان درماندند میگویند مقامات رسمی مرز کشور را برای ماشین‌های تاجیکستان باز کردند. در چند شرکت نقلیاتی در تاجیکستان که بارکشانی بین المللی مشغولند با بارکشانی بین المللی مشغولند در واقع گفتند مقامات به آنها گفتند که راه باز شده است و ماشین‌های باربر وارد قلمرو ترکمنستان میشوند. وزارت نقلیات تاجیکستان مسئولان شرکت‌های بارکشانی را تاکید کردند که مسئله آنها تا روز پنجشنبه 4 اکتبر یعنی امروز به پورگی حل می شود و عبور مروری ماشین‌های بارکشانی تاجیکستان از خاک ترکمنستان دوباره به پورگی امکان پذیر خواهد بود. مقامات ترکمنستان از آخر ماه اوگوست به ماشین‌های تاجیکستان اجازه نداده بودند از قلمروشان عبور کند. گروهی از رانندگان ماشین‌های بارکش روز 2 سپتامبر به رادیو آزادی گفته بودند که در مرز ترکمنستان و ایران درماندند و نمی‌دانند سبب راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان
چیست؟ در مدتی بیشتر از یک ماه نیز مقامات ترکمنستان هیچ شرحی واضح درباره منع ورود ماشین‌ها و قطارهای تاجیکستان از قلمروشان چیزی نگفته بودند. در آخر ماه اوگوست و اول سپتامبر در مجموع تنها در گذرگاه لطف‌آباد آرتیق 100 ماشین درمانده بود. این ماشین ها اساساً مال و محصولات را از ترکیه و ایران می‌آورند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان می‌آیند. و خبر دیگری که هم حالا در دست داریم مربوط به ایران است. ایران علت قطع پروازهای هواپیماهای شرکت آسمان را از مشهد به شهر دوشنبه اقتصادی خواند و به بی‌ثباتی در بازار ارزی خود ایران ربط داد. صمد امینزاده معاون تجارتی این شرکت روز 2 اکتبر به خبرگزاری ایرنای ایران گفته است پروازها به دوشنبه و از جمله چند کشور دیگر موقتا بازداشته شدند. یکی از خلبان‌های سابقه دار شرکت آسمان هم که بارها در مسیر شهر مشهد دوشنبه پرواز کرده است نیز در گفتگو با ایرنا گویا سیاسی بودن لغو پروازها را رد کرده است و با پرواز بین مشهد و دوشنبه را یک از مسیرهای پر از مسافران آسمان ایر ارزیابی کرده و ابراز امید نموده است که آن دوباره برقرار شود و مسافران هر چه زودتر بتوانند از خدمات آن بهره ور شوند. شرکت آسمان 2 هفته قبل پرواز هواپیماهایش را از شهر مشهد ایران به پایتخت تاجیکستان قطع کرد. فعلا در نمایندگی این شرکت در بینای مهمانخانه تاجیکستان در شهر دوشنبه بسته است. فعالیت شرکت هواپیمای ایران در تاجیکستان در حال قطع شده است که دو کشور تقریباً 3 سال باز مناسبت چندان خوب ندارند. مناسبت‌های دو کشور بنابر پشتیبانی رهبریت ایران از حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی رو به خرابی آورد. شرکت آسمان از سال 1992 پروازها را از شهر مشهد ایران به دوشنبه آغاز کرده بود. و خبری دیگری داریم که اینم روسیه پیش بینی میکند که صادرات گاز طبیعی این کشور امسال رکوردی خواهد بود و هرچند امریکا سعی دارد ممالک اروپا را از وابستگی گاز روسیه رها کند، روز چهارشنبه در یک کنفرانس بین المللی انرژتیکی در شهر مسکو منصبداران و صاحبکاران روس گفتند که امسال صادرات گاز طبیعی روسیه به بیش از 200 میلیارد متر مکعب برابر خواهد بود. سال گذشته صادرات گاز روسیه 194 متر کوبی بود. اروپا بزرگترین مشتری گاز طبیعی روسیه است و شرکت گازپروم روسیه هم بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی در اروپا بوده، بیش از 35% این بازار را در اختیار دارد. ایالات متحده آمریکا چندین سال این جانب به متفقانش در اروپا مشورت داده است که از منبع‌های گوناگون گاز وارد کنند و از وابستگی تنها به گاز روسیه رها شوند، زیرا در این حال روسیه بالای اقتصاد این کشورها نفوذ خواهد داشت. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان اخبار بامدادی از رادیو آزادی. روز خوش و خوبی داشته باشید، با ما بمانید. برنامه‌های نو و تازه ما در پیشند.